درود بیننده عزیز، اخبار آزادی را من مومن احمدی پیشکش میکنم. امروز 1 می است. نگاه به سرخط موضوعهای برنامه. واکنش به نواری زدن کودک از جانب مادرش. پدر کودک گفت همسرش قصاص میگیرد. زن میگوید عصبش ویران بود. دختری من، لیکن رفتاری که باید کدیسته او ایروی انصاف نی آدمگری نی. شب گذشته روسیه اوکراین را موشکباران کرد. اوکراین به حمله های جوابی علیه روسیه آماده می شود. تلاش ها برای بستن ساحل تبلی نتیجه نداد. در کلاب دستگاه نصب کردند که هنگام آمدن سیل بانگ خطر میزند. اگر شب باشد، اگر در خواب باشند، باید که پیشکی آمادگیشان گیرند برای اینکه در دریا آب آمده است. برنامه را با خبری از دوشنبه آغاز میکنیم. رستم سید احمدزاده، دادرس مشهور به حکم سفید، از بالای قرار دادگاه عالی به زینه کاساسیونی شکایت برده است. 3 هفته پیش دادگاه عالی سید احمدزاده را در یک مرافعه پوشیده به زندان محکوم کرد، ولی نه دادگاه و نه وکیلان دفاع نمیگویند که دادرس پیشین به چند سال زندان محکوم شده است. مولا رجب یوسفی همین موضوع را پیگیری کرد. روز 1 می ما برای فهمیدن جزئیات حکم رستم سید احمدزاده به دادگاه عالی مراجعه کردیم، اما در دادگاه عالی از پیشنهاد همگونه معلومات در این باره خودداری کردند. یک مسئول شعبه مدحله اول دادگاه عالی گفت حکم رستم سید احمدزاده تا حال به قوه قانون ندرآمده است و برای همین نمیتوانند درباره آن صحبت کنند. مسئول دادگاه عالی همچنین گفت رستم سید احمدزاده از بالای حکم به زینه کاساسیونی شکایت برده است و تنها بعد بررسی شدن حکم در این زینه دادگاهی آنها می توانند جزئیات حکم را به رسانه‌ها بگویند. این حالت در تاجیکستان کم نظیر است، چون در گذشته در پرونده های پرسر و صدا دادگاه حداقل اعلان میکرد که متهم به چند سال زندان محکوم شده است. از سوی دیگر نزدیکان و وکیلان دفاع رستم سید احمدزاده هم نمیگویند که او به چند سال زندان محکوم شده است. آنها چند مراتب از ما خواستند در این باره چیزی پخش نکنیم. چند مرافعه اخیری سید احمدزاده در داخل بازداشتگاه موقتی و یا سیزا برگزار شد و به همین خاطر فهمیدن جزئیات حکم او مشکل شده است. دادستان و یا عیبدار کننده دولتی برای دادرس پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفوروف 9 سال زندان طلب کرده است. سید احمدزاده به قلاده برآمدن از حد وکالت خدمتی، غیر قانونی برآوردن حکم و همچنین نشر اخبار دروغ متهم می شود، اما خود او در دادگاه در سخن آخرینش همه اتهام را رد کرده خود را بیگناه گفته بود. پرونده رستم سید احمدزاده به آن خاطر توجه زیاد را به خود جلب کرده است که او با صادر کردن حکم سفید معروف بود. در تاجیکستان حکم های سفید خیلی کم صادر می شوند. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی، دوشنبه. نواری زنی که کودک نابالغ را میزد واکنش‌های تندی را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. کاربران در زیر شهر این نوار خواستار جزا یا پیشگیری این حالت شدند. این زن کی بود و چرا اذیت کودکش را در نوار ثبت کرده است؟ فرزان محمدی همکارم در سوخت موضوع را پیگیری کرد و حالا گزارشی دارد که آن را با هم می‌بینیم. این اولین نواری نیست که سیفالدین در آن صحنه زدن دختری 1.5 ساله‌اش را می‌بیند. پدر این طفل که نوار لطوکوبش در شبکه‌های اجتماعی هم پر سر و صدا شده است میگوید همسر سابقش پیوسته به او چنین صحنه‌های آزاردهی کودک را می‌فرستد. به نقل سیفالدین علیف او 1 سال پیش از همسرش جدا شد، اما بحث و جنجال‌ها بینشان تا حال ادامه دارد. شهر گلستان حفظ حقوق کودکان، نام و فامیلش ایادون برآمدگی، پیش هم آدم در آمدن کودک و یوشا сразу передавать کردیم. اینا номерош اینه номерош همیشه پرتفتگی همون زنکی که کودک ایمان کشید گیرید وایده داد، همون آدم پیش هم در آمدن اینا ویدیوشو نشان دادن. کودک میخواد از آب کشیده است. رشته دودکی بود. اگه من نمیدونم چی میکنه به آدم گفتی من دوشنبه وای میکنم، اما فیزیکال کودک در ابرش هستم میکنم این مایرسی رو نمیمونم. بعد جدا شدن زن و شوهر چند ماه اول طفل در تربیه پدر بوده است. بعداً با دعوای مادر مقامات او را از این خانواده گرفته به او دادند. سیفالدین حالا در شهر گلستان ولایت سوخت زندگی میکند و میگوید نمیداند که همسر سابقش از او چی میخواهد و چرا طفل را آزار میدهد.
من مادرشم من جدا نمیکنم. دختری من، لیکن رفتاری که وای کدیسته او ایروی انصاف نی آدمگری نی. مادر طفل سبب چنین برخوردش با کودک را شرح داد. وقتی که کودکم رفتم عصبم ویران بود. کودک زدم. بچی کودک زدم میرم میزنم چه فرقش دیگه کودک تو نیست. کودک من حق دارم. من آشیای اویم. کدام حالتی که خواستم میزنم کودک من تربیت مدار. نوار شته و لط خوردن کودک و تنبیه لفظی از سوی مادرش که ظاهراً مخصوص برای پدر طفل ثبت شده است، بحث کودک آزاری را از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی داغ کرد. جامعه شناسان میگویند در اکثر حالتها بعد از هم پاش خوردن عائله با آزار و اذیت کودک، پدر یا مادران میخواهند از همدیگر قصاص بگیرند و یا به همدیگر فشار بیارند. در این حالتهای وزنی باید که جدا کردن لازم، مادر رو کودک رو از مادر جدا کردن لازم. وقتی اینجا ما میدانیم که شخص نزدیک این مادر ولی گویم فهمیدن نکن سبب چی که مادر همین عمل را کرده ایستاده است، برای چی خودداری کرده نتوانسته ایستاده. یک باره گویم همین وی خودش رو، خروج خودش رو، خشونتی خودش رو نسبت کودک بیگناه صرف کرده ایستاده. حسمی در مادر حسی پشیمانی بعد همین جزا دادن یا نیست، همین چیز رو معاین کرده به طور فوری. این اولین بار نیست که کودکان در پی مناقشه عائلوی قربانی خشونت و زورآوری می‌گردند. 3 سال پیش دادگاه در ولایت سوخت یک ساکن شهر خوجند را با گناه لطوکوب فرزندانش 2 سال از آزادی محروم کرد. بازداشت و محاکمه فردوس انعامزاده 34 ساله بعد از نشر نوار شکنجه کودکان در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت. برنامه را با گزارشی از اوکراین دوام می‌دهیم. در نتیجه ضربه‌های موشکی روسیه به ولایت دنیپر اوکراین 25 نفر از جمله 3 کودک زخمی شدند. در این باره سرگئی لیساک رئیس ولایت خبر داده گفت که در حمله‌ها به شهر پاولودار 19 بینای بلنداشیانه و 10 مکتب و خانه و مغازه آسیب دیدند. روسیه شب گذشته به اوکراین با 18 موشک ضربه زده است و نیروهای اوکراینی میگویند بسیاری از آنها را نابود کردند. این زمان صحبتات درباره به حمله‌های جوابی گذاشتن نیروهای اوکراین زیادتر می شود. گزارش همکارم طاهری سفر در همین باره است. سربازان اوکراین هنگام تمرین در یکی از گوشه‌های ولایت زاپاروژه در هفته گذشته انتظار می رود نیروهای اوکراینی حمله‌های جوابی را به ضد نیروهای روسیه آغاز کنند که زمستان با خونریزی و تلفات زیاد در جنگ در اوکراین اندکی پیشروی داشتند. کیف ماهاست از کشورهای غربی اسلحه پیشرفته می‌خواهد، از جمله هواپیماهای جنگی F-16 و یا مثل آن، اما تا امروز نگرفته است. حالا رئیس جمهوری اوکراین میگوید دیگر فرصت نیست و به هواپیماها هم به هجوم جوابی میگذرند. Якщо чесно, це б дуже сильно допомогло. در واقع به ما بسیار کمک میکرد، ولی ما میدانیم که هجوم جوابی را به تأخیر گذاشتن نمیتوانیم. برای همین بدون گرفتن F-16 یا نوع دیگر ما هجوم را آغاز میکنیم. ما پیشروی را آغاز میکنیم، ولی عین زمان فکر میکنم هواپیماهای غربی بسیار مهم خواهند بود. Кілька місяців, щоб навчатись на літаку. زلنسکی در این باره یک روز بعد از آن صحبت کرد که موشک روسی به یک بینای 9 طبقه برخورد و 23 نفر را کشت. نیروهای هوایی اوکراین گفتند که 21 موشک دیگری روسی را زده نابود کردند. در این ویدیو که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری اوکراین نشر کرد، زلنسکی روسیه را دولتی تروریستی نامیده، میگوید که همه تروریستان و قاتلانی که این کار را کردند باید جزا بگیرند. در جای دیگر در ولایت دونتسک در ضربه پهپادی روسیه یک زن 31 ساله و دختری 2 سالش در شهر دنیپر کشته شدند. در جای دیگر ترکیش در انبار مواد سوخت در کریم را یکی از علامت‌های احتمالی هجوم جوابی اوکراین می‌دانند. مقامات روسیه گفتند سبب ترکیش ضربه پهپادی اوکراینی بوده است. هرچند معلوم نیست هجوم‌های جوابی اوکراین کی و یا صورت می‌گیرد، اما سربازان آن را
استحکام‌های روسی تانک و توپ و میدان‌های مینه‌کاری شده انتظارند. حکومت تاجیکستان تصمیم دارد که برای بهبود شرایط سیاحی 178 میلیون سومانی یا 16 میلیون دلار جدا کند. این مبلغ تا سال 2030 باید برای بنیاد آشخانه‌های سریراهی، حاجتخانه‌ها و دیگر انشاءاتی برای مهمانان مهم صرف شود. در گذشته سیاحان از نبودن حاجتخانه‌ها در راه‌های تاجیکستان شکایت کرده بودند. تفصیلاتی بیشتر در گزارش همکارم شهلای عبدالله و سرمیناز روح الله. مقامات در تاجیکستان که میخواهند جهانگردی را به یک بخش مهمی درآمد بودجه کشور تبدیل دهند، با اختصاص مبلغ معین میخواهند مشکلات در این بخش را برطرف کنند. این تلاش مقامات در دایره استراتژی رشد سیاحی که دوره تا سال 2030 را در نظر میگیرد راه اندازی شده است. مسئولین گفتند بر اساس این برنامه در 3 سال گذشته به پیشرفت زیادی دست یافتند، ولی جهانگردانی که از تاجیکستان دیدن کردند میگویند برای پیشرفت سیاحی تاجیکستان باید کارهای زیادی دیگری انجام بدهد. Впечатление шикарное, тепло, хорошо, много фруктов, все улыбаются. تأثیرات بهترین است. اینجا گرم، خوب، میوه های زیاد، همه خوب پیشواز میگیرند، تبسم میکنند و کمک میرسانند. کم آمدن سیاحان شاید در نبودن تابلوها به زبان انگلیسی باشد. یگان خریطه معینی که سیاحان توانند توسط آن کشور را گردند. یگان خریطه حرکت راه و اتوبوس و ماشین ها وجود ندارد. باید یک سامانه مخصوص به زبان های انگلیسی، روسی، خطایی باشد. دوم مسئله نرخ است. وقتی که بعد حادثه ها در روسیه سیاحان زیاد به تاجیکستان آمدند، تاجران یک باره نرخ را بالا بردند. خرج نچندان گرانی بود و باش در کشور مثل نرخ مساعد مهمانخانه و غذای خوشلذت و دانستن زبان روسی برتری‌های مهم سفر تاجیکستان گفته می شود. اما برخی سیاحان پیشنهادهای دیگر نیز دارند. فقط یه مشکلی هست، این اکثر ماشینا خیلی بوق میزنن، دست میذارن رو بوق شدید میزنن، اصلا هیچ رعایت نمیکنن. بعد بقیه همه خوبه، خیلی عالیه. شرکت‌های سیاحی از تلاش حکومت برای حل مشکلات در این بخش استقبال می‌کنند. برای آنها می شود جایهای جمعیتی برای تماکو کشی تشکیل کرد. البته در جامعه ما هم هستند نفرانی که تماکو میکشند، اما سیاحان البته که این جایها را نمیدانند و در کوچه سیگار کشیدن نادرست است. ما حداقل باید برایشان کابینکه ها در بعضی جایها درست کنیم، همچنین برایشان خریطه درست کنیم تا آنها توانند در تاجیکستان به مشکل گردند و راه و منزل دلخواهشان را پیدا کنند. در گذشته نیز نگرانی سیاحان از کمبود حاجتخانه در منطقه ها و کمبود مهمانخانه های خرد و راه بلدان شنیده شده است. بر اساس آمار رسمی سال گذشته بیشتر از 1 میلیون خارجی برای سیاحت به تاجیکستان آمدند. این رقم در قیاس با سال 2021 بیش از 3 برابر زیاد بوده است. حساب‌ها نشان داده است که هر خارجی در دوام کمتر از 1 یا 2 هفته در تاجیکستان از 800 تا 1400 دلار خرج می‌کند. یک جوان در شهر ترسونزاده 2 مسجد را آتش زده است. مسئولان کمیته دینی تاجیکستان دلشاد باتیروف ساکنی 32 ساله این شهر را در آتش زدن مسجدها گمان بر می‌دانند. حادثه روز 28 اپریل رخ داده است و یک مسجد کاملا دیگر قسما سوخته است. مقامات و پیوندان این جوان گفتند که او گرفتار بیماری روحی است و حالا در بیمارخانه بیماری‌های ناحیه رودکی بستری است. سپاس که ما را همراهی کردید. خبرهای بیشتر را شما از سامانه آزادی ارگ و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و نکلاسنیکی پیدا کنید. خدا نگهدار.